سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادرم فرید چکیل شما سلامتتون خوبه؟ سلامت باشید، زنده باشید. برادر جان ما شما را از برای الله دوست می‌داریم. الله متعال شما را دوست بدارد. دوست می‌کنیم و چه گفتنیم و شما را یکی از عضوهای عائله خودمان می‌شماریم. سلامت باشید، بزرگوارید. برادر جان من عقیده ما عقیده سنت و جماعت است. چی گفتنی هستم که و در همین عقیده هستم که کسانی که به گوشه مادرمان به فحشا تهمت میکنند و تحریف قرآن دارند و به صحابیا دشنام میدهند، خواست سنی باشد، خواست صوفی باشد، خواست شیعه باشد، عقیده ما همین است کافر است. و خصوصا به خود امام همینی شما میگیم که او کافر است، زیرا همه آنها در این عقیده اند. اسلامی که محمد صلی الله علیه و سلم آوردگی برای مؤمن ها تحریفش کردگی‌اند. و از شما یک خواهش دارم برادر عزیز، کسانی که از جمهوری تاجیکستان، از دامله‌های تاجیکستان گمانهای بد میبرند و من میخواستم این البته خواهش من است بیاین شما را تلفن کنند و همین سخن‌هایی که گفتیم آشکار کنند و خودشون آشکار کنند که در کدام عقیده هستند. درست. و همین سخن‌هایی که شما به خود همون عبدالله محققی که گفتین که بگویه که آیت الله خمینی کافر است، گور اختلاف، و اگر ملاهای مجرد داشته باشند بیایند و بگویند یا کافر است اصلا، زیرا دین ما را خراب کردند، دینی که دینی پاک بود. بخشش من خیلی در هیجانم خیلی زیاد گفتن نمیتونم. زنده باشید. سلام الله نگهبان باشد. الله متعال کنه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مردم شریف تاجیکستان خیلی بیدار باشید در قضیه تشیع در تاجیکستان. اینها چون از میدونن که شما بیدارید، شما دینتون رو، مذهبتون رو دوست دارید، به خاطر همین میدونن که شما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو دوست دارید، به خاطر همین چیکار میکنن؟ شیعه شدن و از ایران پول میگیرن، از ایران کمک میگیرن، فتنه انگیزی میکنن، اما زیر نام چی؟ حنفی. دیدید طرفاشونو؟ من حنفیم. من کی گفت است که من وقتی که بیاید وقتی جدیت بیاد بعد اون چهره اصلیشون، من بارها با چندین تن از اینا نشستم، از نزدیک باشون صحبت کردم. فکر میکنن که همون طوری که سر مردم تاجیکستان رو شیره مالیدن میتونن بقیه مردم هم فریب بدن که حنفیت، ادعای حنفیت میکنن. من یک نمونه از اعتقاد حنفی ها رو در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه براتون بیان میکنم. دوستان نشون بدن الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه، در این کتاب در صفحه 183. این عقیده احناف است. این عقیده احناف است در مورد کی؟ در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه، عقیده امام اعظم رحمت الله علیه. میگه و عایشه رضی الله تعالی عنها بعد خدیجه الکبری افضل النساء العالمین. عایشه میگه بعد از خدیجه کبری افضل ترین زنان دو جهان هست. و ام المؤمنین، مادر مؤمنین است. مطهره من الزنا، پاک است از زنا. بریئه ما قال روافض، پاک است آن چیزی که روافض میگویند. فمن شهد علیها بالزنا فهو ولد الزنا، کسی که به ایشون تهمت زنا میزنه مانند علی ابن ابراهیم قمی و مجلسی و اینا، فهو ولد الزنا، این شخص ولد زنا هست. و اهل الجنه فی جنت خالدون، این بیان عقیده میکنه، این مطلب بیان عقیده اهل سنت هست طبق آنچه که اتفاق دارن مذاهب در بین خودشون. اینجا در بیان اعتقاد احناف میاد قضیه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو بیان میکنه. و همچنین در اینجا در فتاوای عالمگیری یا الفتاوا الهندیه معروف است در نزد احناف، علمای احناف میدونن، در اینجا در صفحه 364 از فتاوای عالمگیری یا فتاوای هندیه، در اینجا میگه که الرافضی اذا كان يسب الشيخين و یلعنهما والعیاذ بالله فهو کافر. اگر رافضی
فوش میده به شیخین، به ابوبکر و عمر و لعنت میفرسته بر اونها، علیاذ بالله، او کافر است. و ان کان یفضل علیا کرم الله تعالی وجهه، اگرچه که علی رو افضل بدانه، علی ابی بکر رضی الله تعالی عنه، لا یکون کافر الا انه مبتدع. اگر قضیه فقط فضیلت دادن علی باشه بر ابوبکر، کافر نمیشه بلکه مبتدع میشه. و معتزلی مبتدع. در اینجا ببینید، در اینجا ولو قذف عایشه رضی الله عنها بالزنا کفر بالله، اگر که حضرت عایشه رو تهمت زنا بکنه کافر میشه. ولو قذف سایر نسوة النبی صلی الله علیه و سلم لا یکفر، بقیه زنان پیامبر رو اگر تهمت بزنه کافر نمیشه و یستحق اللعنه، بلکه مستحق لعنت میشه. چرا؟ دلیلشون این احناف که میگن در مورد براءت حضرت عایشه آیات صریح قرآن هست. کسی که آیات قرآن رو انکار بکنه بلا شک کافره. در کفر خمینی که حضرت عایشه رو خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها میدونه، هر کس که شک بکنه کافره. در کفر مجلسی و کلینی که حضرت عایشه رو تهمت زنا میزنه علی ابن ابراهیم قمی، استاد کلینی، تهمت زنا صریح میزنه در تفسیر قمی در ذیل آیه ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط، در اینجا تهمت زنا میزنه به حضرت عایشه. در بهار الانوار مجلسی میگه که از خیانت حضرت عایشه پول جمع کرده بوده، علیاذ بالله. ببینید خونه پیامبر ما رو تشبیه میکنن علیاذ بالله به فاحشه خانه. اینا مسلمانن؟ والله بالله تالله مسلمان نیستن. طبق مذهب حنفی مسلمان نیستن. اگر اینا حنفی هستن، هر کسی که میاد پیش شما میگه در تاجیکستان من حنفی هستم، منتها من در مورد معاویه و ابوبکر و عثمان و عایشه و فلان این سوالات رو دارم، بفهمید که این رافضی خبیث دروغگو هست. و طبق این فتوای مذهب احناف، فتاوای عالمگیری یا فتاوای هندی که کتاب معتبر فتوا در مذهب حنفی است، این انسان کافر هست. کسی که تهمت بزنه، لعن بکنه به حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها و تهمت بزنه و سب و شتم بکنه و لعن بکنه ابوبکر و عمر رو. در اینجا میگه که و من انکر خلافت عمر رضی الله عنه فی اصح الاقوال کذا فی الزهریه و یجب اکفارهم. ببینید کسی که انکار بکنه خلافت حضرت عمر رو، این انسان رو کافر میگن. ببینید اینجا در این صفحه کلاً به مفصل در مورد روافض صحبت کرده. اینایی که ادعا میکنن که حنفی هستن برن سری به کتاب احناف بزنن که نظر احناف چی است. من اینجا مثلا این کتاب سب العذاب علی من سب الاصحاب، اینو میدونید کی نوشته؟ علامه آلوسی حنفی این رو نوشته. علامه عراق، یکی از علمای بزرگ احناف است. در صفحه 239 مطلبی است که من نمیخوام بخونم، نظر علمای احناف در مورد روافض هست. میگه من تعجب میکنم از رافضی که متعه میکنه، صیغه میکنه، بعد خودشو میره به پدرش نسبت میده. میگه یک زن میره با 20 مرد زنا میکنه در یک شب و بعد میگه که این متعه کرده. این اعتقادات اینها رو بیان میکنه. علامه آلوسی حنفی در صفحه 378 این کتابش میگه ولعمر ان کفرهم اشهر من کفر ابلیس. میگه که کفر اینها از کفر ابلیس هم بدتر است. و بغضهم للصحابه رضی الله عنهم لا یخفیه تدریس ولا تلبیس. میگه اینا بغضی که به صحابه دارن، تلبیس و تدریس نمیتونه اینو پنهان بکنه. این نظر علمای احناف است در مورد کسانی که به اصحاب پیامبر توهین میکنن. یکی دیگر از علمای بزرگوار احناف، علامه ملا علی قاری، مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح، این که از کتب معروف احناف است، در صفحه 563 میگه در اینجا المذهب الصحیح المختار الذي قاله كثيرون ان الخوارج كسائر اهل البدع لا تكفر. خوارج مانند سایر اهل بدعت کافر نمیشن. قلت و هذا فی غیر حق.
في غير حق الرافضة الخارجة في زمننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سایر أهل السنة والجماعة فهم كفر بالاجماع بلا نزاع. روافضی که اعتقاد به کفر صحابه داشته باشند اینها کافر هستند بالاجماع و هیچ کس حق اعتراض هم نداره. بدون اعتراض و بالاجماع اینها کافر هستند. این رو مولا علی قاری رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ احناف میگه. و همینطوری اگر من بخوام عقاید احناف رو در مورد کسانی که سب اصحاب میکنن و سب ام المؤمنین میکنن بیان بکنم یک برنامه جداگانه نیاز داره، از کتابهای خودشون با سند و مدرک. همچنین از مذهب شافعی، از مذهب مالکی، از مذهب حنبلی، از هر مذهبی که بخواید، همه مدارک شما داریم اینجا اسکن شده از کتابها آماده. اینا که میان ادعا میکنن که حنفی هستن فقط میخوان مردم رو فریب بدن.